جشن فارغ التحصیلی 120 تن از دانش آموختگان دوره‌های پنجم و ششم زنان پلیس ناجا برگزار شد. با یاد و نام امام راحل مراسم فارغ التحصیلی زنان بسیجی نیروی انتظامی اجرا می‌شود. همونطور که اطلاع دادید به همت جمهوری اسلامی و مقام عظمای ولایت امروز زنان بسیجی حرف اول را میزنند. شما خودتون حسابشو بکن. دولت نهم، مجلس خبرگان، مجلس شورای اسلامی، مجلس تشخیص مسلحت، اینا همه از زنان بسیجی تشکیل شده. حوزه علمیه، مقامات لشکری و کشوری همه از زنان بسیجی هستن. الان تنها جایی که مونده یکی در نیروی انتظامیه، یکی هم در کره ماه. امروز مسئله نیروی انتظامی رو حل می‌کنیم، فردا همین مراسم در کره ماه برگزار میشه. ولی همونطور که می‌بینید در سمت چپ من که خب همه مرد هستن، ولی بالاخره خب باید برای مردم یه زمینه مختصری فراهم کرد که نه. در سمت راستم هم که کسی چی پشت سرمون هم که عکس امام راحل مقام عظماست که بعید می‌دونم اینا زن باشن. یا بابا لااقل که دونه این زنان بسیجی رو می‌آورید اینجا یک کسی صدای تلویزیونش کم بود بفهمه که برنامه فارغ التحصیلی زنان بسیجیه. عجب داستانی داره. کی هماهنگ می‌کنه اینا رو؟ نه این گنده بکاری که می‌خواد فارغ التحصیلی بکنه که صفحه این خواهرای بسیجی رو نشون بده. نشون صفحه اون خواهرای بسیجی رو نشون. و اما مراسم یک مراسم اعطای نشان نیروی انتظامی. آینده رهبر. آینده رهبر. سلام علیکم. واقعا حاجی ببخشید وقتی زنگ زدن گفتن بیاین واسه مراسم، بچه رو گاز بود، غذا رو هم داشتم لاستیکی میکردم، یهو هول کردم دیگه، جای چادر نیروی انتظامی همین چادر تو خونه‌مو پوشیدم. واقعا خیلی ممنون. اگه زحمت نیست نشونه ما رو هم بدین، میخوایم بریم. تو رو خدا از اون تر و تازه هاش بدین ها. یه وقت گلمل نداشته باشه. یه وقت واقعا این که همش چربی شد که همون چربی نداراش بدین. خیلی ممنون. مرسی. من آجی دماغ سوخته میخریم. آجی دماغ سوخته میخریم. ایوا خاک بر سر. اینم شد رهبر. خداحافظ شما. آینده رهبر. آینده رهبر. نشان ما. وای راضی به زحمتتون نبودیم. خیلی ممنون. واقعا من با این کفگیر یک آشی برای دشمنای نظام بپزم که همچین یه وجب و نیم روش روغن باشه. از این بر همه زنای شرق و غرب و ایادی استکبار بدونن که از این بعد با ما طرفن. خیلی ممنون حاجا. بله مراسم و چاقو سیدلی از دماغو. و اکنون سلسی سلطان یکم ببخشید سهراب یکم دارای کمربند ببخشید چادر مشکی دانه ببخشید دون کفتر از اویاما ببخشید مقام عظما کاتای کنزو ببخشید کفگیر را شروع کنید. اوس حرکت جدن یزداق اوچیک 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 حرکت گدن حلوا برای سرگرد امام. حرکت برنج آبکش برای تبلیغات انتخاباتی. حرکت جارو برقی. حرکت حلیم سوکی. حرکت ساتور سبزی. حرکت آبدوریو گوش میده، یعنی همون آبگوش. این افراد پس از طی مراحل مقدماتی و عمومی وارد کلانتری‌ها و مراکز مشاوره ناجا خواهند شد.